معلوم نیست که آیا در مؤسسه‌های تعلیمی تاجیکستان پایافزال یگانه مکتبی جاری می شود یا نه. از یک سو وزیر معارف میگوید استحصال پایافزال را در نزد یکی از دانشگاه‌ها تنها به خاطر آماده کردن متخصصان و پایه گذاشتن برای رشد این ساحه به راه میمانند. گفته می شود کسی خوانندگان مکتب را برای خریدن پایافزال استحصالی وطنی مجبور نمی کند. از جانب دیگر گپ سری بازار کلان می رود. نوریدین سعید وزیر معارف حساب کرد که در یک سال برای خوانندگان 6 میلیون جفت پایافزال ضرور است. سال 2014 در تاجیکستان لباس یگانه مکتبی جاری شد. ماموریت مکتب ها که همگی تابع وزارت معارف هستند از والدان خواستند لباس ها را تنها از استحصال کنندگان معین وطنی بخرند. عین چنین حالت می تواند با پایافزال هم صورت بگیرد. استحصال میکند استانداردهای جهانی، استانداردهای داخلی کتی که پورا با پای کودک با حال کودک موافق باشد. هیچ خیلی ما معین نکرده ایم که پوستش ای کجا باشد و رنگش چی باشد و دیگر معین ما نکرده ایم. سر این مثلا ما کار هم نکرده ایم هنوز. استحصال کننده وطنی را دستگیری کردن ممکن است میگویند کارشناسان، اما نرخ پایافزال وطنی با نظرداشت آن که واردات زیاد از چین و روسیه و ترکیه چند خواهد بود. آیا تولید کنندگان وطنی بدون حمایت بازار داخلی می توانند با مال‌های خارجی رقابت کنند؟ در حالی که اهالی نه چندان دارای تاجیکستان در اکثر حالت می‌کوشند محصولات را بخرند که ارزان تر است. کارشناسان میگویند در این جاده باید تحقیقات‌های عمیق گذرانده شود و به این کار باید متخصصان وزارت صنعت مشغول شوند، نه هوسکاران از وزارت معارف. کاری هر یک کارخانه را باید از جهت اقتصادی اساسنو کرد. متخصصان بودن ذخیره‌های اشیاء خام، نرخ آن، درآمدناکی و فایده را باید به اینابت گرفت. نه اینکه یک وزیری که از الفبای اقتصاد کم چیزی را میفهمد و درباره ساختمان کدام یک کارخانه گپ زند. ساکنان تاجیکستان هم جانبدار استحصال کننده وطنی هستند، اما نمیخواهند آنها را برای خرید پایافزال از کارخانه مشخص مجبور کنند. اول تجهیزات می‌آورند و البته خرج آن را به بالای نرخ پایافزال ضم می‌کنند. این گران می شود و برای ما سودآور نیست. بهتر است مال‌های چین را خریم که نرخش به ما دسترس است. البته پایافزال یگانه خوب است، اما مجبور کردن آدمان که از فلان نقطه پایافزال خرید کاری درست نیست به فکر من. اینجا منفعت کدام آدمانی علاهیده است. کپیتالیسم است دیگر. در هر حالت نوریدین قیوموف میگوید برای ماندن استحصال پایافزال کاری سهل نیست و این کار سالها طلب میکند. با وزارت معارف از بودجه برای این کار کسی مبلغ نمیدهد، یعنی باید سرمایه گذاری یافت. این تشبوسی که در وزارت معارف به وجود آمده است با گفته قیوموف احتمال در وزارت صنعت خاتمه مییابد.